استودیو جی تی ای شو با افتخار تقدیم می‌کند. سی جی داداش دهنت سرویس، بازیکنت نون نخورده مگه؟ بابا این دست خرابه رو باز دادی دست منو. دارین چی میکنین شما دوتا؟ داریم کراش میزنیم. رو چی؟ نه داش، بازی اسمش کراشه. تنها کراشی که تو عمرم زدم همین بوده. رایدر یه بوهایی میاد، تو داری چی کار میکنی؟ منم دارم کراش میزنم. رو کی آجی؟ نه داش، اشتباه شد. کراک میزنم. ولی یه بوی داره میاد و جان بچم کار اسموک بود. آخه سی جی منو مثل خیار نفروش مشتی. نه بابا اون بو رو نمیگم. آشغالا جمع شده، یکی بره خالی کنه. من میرم خالی کنم. دمت گرم دا. نه منظورم اینه که خودمو خالی کنم. رودام داره میترکه. دلیل آلودگی هوای تهران هم مشخص شد. آخیش سبک شدم با خودم. وای چه فیلم قشنگی بود سارا. اسپایدرمن خیلی مرد جذاب و خوش تیپیه. کاش واقعی بود و میتونستم از نزدیک ببینمش. بچه من کراش زدم. داش قرار نبود با کسی دیگه کراش بزنی، ناراحت شدم با خدا. نه اون کراشو نمیگم، روی یه دختر کراش زدم. داش بیا به همین کراش پلیستشن قناعت کن و بی خیال شو. نه آخه میدونم چجوری باش اوکی شم. چجوری اون وقت؟ باید اسپایدرمن بشم. سی جی دهنت سرویس. اسپایدرمن آخه دا. شیف خز بابا فیلمشو دیدم، هزینهش یه دست لباسه و یه دونم عنکبوت. داش خندیدیم دور هم، دمت گرم، ولی ناموسن جدی که نمیگی؟ آخه من شوخی دارم با اون دماغ کوفته اید محمود. نه داش هم تو اشکال نداره بچه‌ها، بذاریم با دختره اوکیش کنیم، دوستاش هم واسه ما جور کنه. قبوله. خب رایدر عنکبوت آروم ول بده رو دستم. سی جی فقط ممکنه یه کم درد داشته باشه. مشتی من تو ایران زندگی میکنم دیگه، یه نیش عنکبوت که دردناکتر از این نیست. آی زنه تو وای این عنکبوت بی‌ناموسو بکشید، فکر کنم به جای نیش یه جا دیگه شو کرد تو. شت آروم باش سی جی، الان با اسپری خارومار تارومارش میکنم. وای چشمام زنه تو. وای پشمام، محمود برای اولین بار تو همه قسمت‌ها فوش بد داد. خب سی جی چه حسی داری؟ حالم خوبه دارم میبینم داش خوبه. خب ببین میتونی تار پرت کنی؟ وایسا حس میکنم داره تارم میاد. سی جی داداش زارتت اومد جا تارت که. باز خوبه اونش نیومد بدیم آوای میساری بخوره. خب سی جی وقتشه یه دست لباس برای خودت بگیری احمد. بچه‌ها لباس خریدم دیگه، شدم خود اسپایدرمن. داش بیشتر شدی خود اسپایدر. این از کجا پیدا کردی احمد؟ تو جمعه بازار نصف قیمت خریدم. داش تو که واسه به دست آوردن دختره نمیخوای خیلی خرج کنی، واسه چی میخوای اصلا بری تو رابطه؟ جدا یه ذره خرج کن یه لباس درست درمون بگیری. بابا مارک اپل داش اصله. سی جی داداش چرا اپل باید لباس مرد عنکبوتی بسازه؟ راست میگی، ای لاشی لباس رو انداخت بهم. شانس آوردم لباس مرد عنکبوتی معمولیشو خریدم وگرنه پرو مکسشو داشت میکرد تو پاچم. آقا بی خیال، خب باید دختره رو توی موقعیت خطر بندازیم و تو بری نجاتش بدی. ای ولی رایدر بنازم. حالا نقشت چیه؟ خب سی جی جون، طبق نقشه من با سرعت رد میشم و میام که بزنم به دختره، ولی تو وای میستی جلوشو، منم ترمز میگیرم و اینطوری تو نجاتش میدی. حل چشاد که نه ولی اوکی آج. وای کمک! نگران نباش اسپایدرمن اینجاست، الان جونتو نجات میدم. آی تو گایدم. وای آقا حالتون خوبه؟ آی خدا وای وای گمونم با این لباسا واسه تولد بچه ها میری. ای وای صدمه که ندیدی. قلبم رایدر مشنگ، مگه قرار نبود ترمز بگیری؟ والا از دور با اون لباس دیدمت انقدر خندم گرفت یادم رفت ترمز باید میگرفتم. سی جی دهنت سرویس، رایدر رسما جوری بهت زد که دیگه واقعا اسپایدرمن شدی. آره دخترم فکر کرد عمو عنکبوتی هم تو تولد واسه بچه‌ها میرم. اینطوری نمیشه، باید یه حرکت اساسی بزنم.
کی هستم؟ من مرد عنکبوتیم. من برای نجات مردم این شهر و مخصوصا دختر همسایه‌مون اومدم. من قویم، من قدرت دارم، من یه ابرقهرمانم. مردم به من نیاز دارن. من مرد آبا من نمیتونم، من بیارزم هیچ نیروی ندارم. الکی هم عنکبوت میشه زد، همین لباس رفت تو باچت بدبخت. شاید تو به تنهایی نیرویی نداری، اما اگه یه نفر دیگه هم کنارت داشته باشی بتونی یه کارایی بکنی. خودشه رایدر. تو هم باید بیای و با من در قالب یه ابرقهرمان کمکم کنی. CJ حداقل اسمو یه قدرتی داره میتونه بچوس آدم بدا رو فراری بده. آخه رایدر چیکار میتونه بکنه؟ من یه ایده خفن دارم. جان چه دختر خانم نازی. ولم کنید. تو رو خدا یکی کمکم کنه. من عشق اینجا نیست به دادت برسه. آهای از اون دختر دور شید بالا سایه عوضی. شما کی باشی؟ من اسپایدر یعنی اسپایدرمنم. وای اسپایدرمن واقعیت داره، اومده نجاتم بده. بیا برو بزا بیا. ببخشید حرف از باد شد، گفتین باد بیاد، فکر کردم باید باد بدم بیاد. اون دختر رو ولش کنید وگرنه براتون گرون تموم میشه. داشت بی زحمت ارزون حساب کن مشتری شی. دمشتی ما 3 نفریم و تو 1 نفر. چطوری میخوای با ما مقابله کنی؟ اکنون ورود پرخروش رفیق شفیقم رو بهتون اعلام میکنم. ببخشید گفتی پرخروش، فکر کردم باید بخروشم. آقا یکی اینو ببره، خفه شده. خب کن رفیق شفیقت. یه لحظه اجازه بدین. رایدر کدوم جهنم در ریموندی آبرومونو بردی؟ CJ اینجا ترافیکه، نمیدونم کی میرسم جونتون. چی مگه با ماشین داری میای؟ مگه ابرقهرمان نیستی تو؟ خب مشتی بتمنم دیگه، قدرت خاصی ندارم، همین ماشینو دارم. سرگرمشون کن دارم بشندی میام. داده آخه بتمن این همه ابرقهرمان چرا بتمن شدی؟ مشتی منم بچگی دلم میخواست بتمن باشم، حالا یه 2 دقیقه سرگرمشون کن میرسم دیگه. خب چیز دوستانه گویا رفیقمون تو ترافیک مونده، یکم صبر کنی الان میرسه، بعد نشونتون میدیم قدرت دستی کیه. خانم دلم سوخت حالا کی میخواست نجاتت بده، ما هم از خیرت گذشتیم. در پناه حق خداحافظ یا علی. ترسوهای بازدل، قدرت اسپایدرمن پشماتونو کز داد. وای مرسی اسپایدرمن، تو جونمو نجات دادی. همیشه آرزو داشتم یه روز توسط تو نجات داده بشم. کاری نکردم به خدا، نه جدی تعارف نیست، واقعا کاری نکردم. دمشون گرم، به خدا گذاشتن رفتم وگرنه پارم میکردم. اشکال نداره، این جذابیت تو بود که ترسوندشون. خب من دیگه باید برم. صبر کن، تو واقعا کی هستی؟ من خب راستش آقا شرمنده ترافیک بود دیر رسیدم. خب کجان این اراذل که خشم بتمنو به جوش آوردن؟ ای بمیری تو، چرا الان باید میرسیدی؟ حاجی بنزین آزاد باس میزدم به بتموبیل، زورم میومد، رفتم خونه کارت سوخت پیکان تا برداشتم. وا اسپایدرمن پیکان داره؟ نه با خدا این لاشگوش داره چرت و پرت میگه. به من گفتین لاشگوش؟ بذارم پارت کنم CJ. ایوا اسپایدرمن همون CJ همسایه‌مونه؟ آیا به قرآن مجید همین مشکل شیافی کنم تو نزن بگیم افتخار میدید برسونمتون بانو؟ وای بنتن، من از بچگی عاشق این بودم بنتن بیاد و منو برسونه خونم. معلومه که میام، تو خیلی جذاب‌تر از این دوتا دیوونه‌ای. پس یه ثانیه اجازه بدید من با بچه یوتیوب صحبت کنم، بعدش با هم بریم. خب رفقا اگه با این قسمت حال کردین لایک ویدیو رو بزنید و چنل GTA شو رو سابسکرایب کنید. تو کامنت ها بنویسید قسمت بعد رو بسازیم که اگه استقبال بشه براتون میذاریم. 2 تا ویدیو حقم این بغلا میاد. دوستان این همه هزینه و لباس و این چیزا به خدا یه کامنت بذارید یا هشتی. وای اینطوری که از بچه‌ها خواستی لایک و کامنت بذارن رود کراش زدم. میایم بریم خونمون کراش بزنیم؟ معلومه که میام، بریم خونه‌تون. راستی واسه دسته ها باید بریم باتری بگیریم سر راه، بریم خونه کراش بزنیم. وایسا ببینم دسته باتری چی؟ مگه نمیخوایم رو هم کراش بزنیم؟ نه میخوایم با هم کراش بزنیم.